سلام همراهان عزیزم، امروز در خدمتتون هستم با یک کلیپ آموزشی دیگه. همینطور که می‌بینید در حال رانندگی با هنرجوی عزیزم هستم در یک سطح یخبندان و برفی. عزیزم میخوام چند نکته مهم در این کلیپ رو بهتون آموزش بدم. اول اینکه در هوای برفی و یخبندان حتما باید از سرعت مطمئنه استفاده کنید. دوم اینکه در هنگام رانندگی از ترمز زدن‌های فراوان پرهیز کنید. چرا؟ چون چرخهای ماشینمون قفل میشه و ماشین دچار سرخوردگی میشه. سوم، اگه توی شرایط ماشینمون سرخورد چیکار کنیم؟ اول اینکه گاز ترمزمون رو آزاد میکنیم، اعتماد به نفس و خونسردیمون رو حفظ میکنیم و فرمان رو به سمتی که عقب ماشین داره میره میچرخونیم. فرضاً اگر عقب ماشین به سمت چپ رفت، فرمان رو به سمت چپ و اگر به سمت راست رفت، فرمان رو به سمت راست میچرخونیم. حالا اگه ماشینمون تو شرایط درست قرار گرفت و دیگه سر نمیخورد چی؟ به آرومی ترمزمون رو میزنیم، سرعت ماشینمون رو کم میکنیم و کمی از گازمون استفاده میکنیم. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید.